از اول امسال در دریا و کلهای تاجیکستان 63 نفر از جمله 25 جوان تا 18 ساله غرق شده جان خود را از دست دادند. به گفته مقامات کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان، بیشتر این افراد هنگام شناوری غرق شدند. سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفت طبق مقررات بی‌خطری همچنین آببازی در کلهایی که در آنجا قایق‌های محرکدار فعالند نیز ممنوع است. امیده یوسف‌ها افزود که چنین حالت را در کل جوانان شهر دوشنبه مشاهده کردند و به رهبریت آن دستور داده شده است که چنین واسطه‌های شناوری را از حدود کل بیرون آورد، زیرا با کودکانی که در این کل آببازی می‌کنند موج‌های از قایق‌های محرکدار پیدا می‌شده مشکل ایجاد می‌کند. تنها در روزهای تعطیل شنبه و یکشنبه دوم و سوم ایول در تاجیکستان در مجموع 6 نفر بنابر بی‌احتیاطی هنگام بازی به هلاکت رسیدند و در بین آنها یک دختر نیز هست. وزارت امور داخلی روز 3 ایول با نشر یک بیانیه رسمی گفت تنها 2 ایون در شهر و ناحیه‌های کشور 3 نفر هنگام آببازی غرق شدند و جستجوی جسد 2 نفر تاکنون ادامه دارد. با گفته این وزارت از جمله 2 ایول ساکنی 26 ساله دهه صداقت ناحیه رودکی هنگام آببازی در دریای کافرنیهان از بی‌احتیاطی غرق شده به هلاکت رسیده است. به اطلاع وزارت در همین روز دختر 22 ساله از شهر قرغان تپه هنگام آببازی در دریای وخش از بی‌احتیاطی‌اش غرق شده به هلاکت میرسد. قربانی دیگری بی‌احتیاطی هنگام شناوری یک ساکن 14 ساله یامان بود است که در کانال آبگذر نزد منزل استقامتیشان به هلاکت رسیده است. وزارت کارهای داخلی همچنین از هلاکت یک جوان 17 ساله از ناحیه دنقره و 2 پسر نابالغ، یک 14 ساله و دیگر 9 ساله از شهر اسفره خبر داده است. مسئولان کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان میگویند سبب‌های اساسی غرقشوی آدمان در دریا و کول و آب انبارها رعایت نکردن قاعده‌های شنا، آببازی هنگام مستی و سرخوشی، ندانستن شناوری، آببازی در جاهای خطرناک و بی اهمیتی والدان با کودکان است.